سلام. بازداشت‌های سراسری مهاجران در آستانه سال نو در روسیه و ترس سرمایه‌گذاران از یک بلا در تاجیکستان دو موضوع است که امروز در آزادی آنلاین درباره آنها گپ می‌زنیم. در آستانه سال نو از مهاجران ویدیوهای بسیاری گرفتیم که در آنها از بازداشت‌های بی‌سبب شکایت می‌کنند. این ویدیو از شهر مسکو است و مؤلف خودش میگوید که چی می‌گذرد. нарушник задай дастум ина халқаби амара давлати мо биҷора нигоҳ мекунем ки як договори соз қатъия мекунем ки ҳаммата мавҷуд буҷика ина бинен аввала нарушник задай ҷои кор қабида будистон. ویدیویی که می‌بینیم از اداره پلیس الیکوفسکی در جمهوری چواشستان است. مؤلفش بر رادیو آزادی شکایت کرد بعضی از مهاجران را پلیس به سبب دستگیر کرده است و با وجود سپردن جریمه آنها را رها نمی‌کند. این مهاجر خواست سفارت تاجیکستان به آنها کمک کند. دو ویدیو جالب دیگر داریم از یک گوشه سردی روسیه که از دیدن آن ویدیوها واقعا خنک می‌خورید. یکی درباره انتقال پول است، دیگری تجربه عجیب یک مهاجر در سردی 50 درجه‌ای. ولی حالا درباره یک بلا و یا رشوه‌خوری در تاجیکستان. گزارش رادیو آزادی درباره اعتراض غیرعادی صاحبکاری که گفت به سبب طمع‌جویی سردار اداره انداز شهری بوستان کارخانه‌اش را می‌بندد سبب بحثی دراز در وبسایت ما شد. کاربر با نام اسد زیر این گزارش نوشته است: 2 سال پیش با یک سرمایه‌گذار خارجی که تا 10-15 میلیون دلار داشت به دوشنبه رفتیم و با 2-3 صاحبکار صحبت کردیم. مصلحت دادند که سرتان را در بلا نمانید و شکر دلارتان را کنید و نآیید، چون که ساختمان کارخانه را شروع نکرده برای حقشان میآیند. کاربر دیگری با نام پشتیبان صاحبکار گفته است که صاحبکاران دانش کافی درباره راه‌های سپردن مالیات و انداز را ندارند و برای همین عذاب میکشند. او نوشته است: اگر صاحبکار قانونی فعالیت کند کارمند انداز رشوه طلب کردن نمیتواند و من صاحبکاران مراجعت میکنند در محاسبه اندازها مساعدت کنم. یگان نفرشان نگفته است که سپردن درست انداز را نشان ده. همشان میگویند راه پنهان کردن اندازها را نشان دهید. کاربر دیگری وبسایت رادیو آزادی که خود را آدم معرفی کرده است می نویسد: از رفتن به طرف اداره انداز دل آدم سیاه می شود. انداز فقط رشوه ستانی، اگر دادستانی یا پروکراتور عریضه بری از این بدتر قرض دارد می کنند. صاحبکار در وبسایت رادیو آزادی نوشته است تا 10 سال است که تجارت می کند، پولش برای خرید ماشین های گران قیمت نمی رسد. او میپرسد این رئیسان با مزد کارشان چگونه چنین ماشین میخرند؟ البته این از حساب مردم است. این تاجر را زور آمده است که چنین کاری را پیش گرفته است. حالا ویدیوهای وعدگی از یاقوتستان. این یکی را کاربر فرستاد که حالا هم به قول خودش نمیتواند به کودکانش در آستانه سال نو پول فرستد. او گفت که ویدیو را مخصوص به آزادی آنلاین فرستاده است که برای این کارش واقعا سپاسگزاریم. من این ویدیو را گفتنی هستم که در این خنکی شهر якутия аст сумрои кардесем банк чорум борачи дар ҳамин 50 градус хунки мерам банк миём ба тифлакҳои бегуноҳа ки рӯӣ кардесем сум дар ҳамин соли нави бузург ва ё ягон чизи барои хучона мегирам сума гирифта наметавонам. ҳамира борасмо илтимос. یک مهاجر دیگر که او هم در یاقوتستان کار میکند ویدیوی جالبی را ثبت کرد فرستاد و گفت آنها نه از دست پلیس روسیه بلکه از سردی در این کشور به داد آمدند. در این ویدیو تجربه هم گذراند و آن را همراه میبینیم. من اما او گرفتم او دیده جمله است. انا که شما در پیش من نگاه میکنید در 50 گرادوس چه یخ میکنه. من بومش مونده градусика нишон метем. Ина 53 градус, ина инҷа сирхи тофтеса ина ҳамин тарафда. Ина ҳамин ҳавли даҳан ранги дуди мошин мерава. Ина бинеда. Ина 50 градус да. Ина ҳамин 1 дақиқа ова буровардем. О уже ях карда, чиликом ях кардам. Ана чихеде ки мебини уже ях карда. Аҳа, ях. Яха дидед? Ана хеле шумо да 20 градус кор мекунед, мега ки милисо ғам метиҳам. واقعا کاری سختی نیست. شما هم ویدیو، عکس، نظر خود را مثل این دوست گرامی به ما فرستید به شماره تلفنی که میبینید و از هر راهی که میخواهید: واتساپ، ایمو، وایبر و یا تلگرام. تا دیدار در برنامه دیگر.